حالتون خوب باشه. فصل 4 رو شروع میکنیم. این جلسه بچه‌ها میخوایم یه مقدار، یعنی این پیوتی رو که تا الان یاد گرفتیم راحت ترش بکنیم. پیوت رو راحت ترش بکنیم، بعد این مقدار در مورد گره ها هم صحبت بکنیم، چون موقعی که میرسید مثلا به اون گره ها کجاهاش ورود بزنید، چون میبینم خیلی مشکل دارن توی این مبحث. یه مقدار تنظیمات فیبو رو دقیق ترش میکنیم. فعلا من میخواستم که این جلسه برم توی ساختار لگ ها. دیدم که خیلی ها پیوت و مشکل دارن هنوز. گفتم بذارید این پیوت رو تمامش بکنید که شما در لایو بازار اقلا پیوت رو بتونید ترید بزنید، بعد بریم سراغ حال ساختار لگ ها و گره های مهمش. این جلسه اختصاص میدم باز به ترید پیوت ها، یعنی این پیوت رو این جلسه دیگه تمومش میکنم. حالا هر چی نکته داره تو این جلسه میگم که شما توی لایو بازار فقط با پیوت بتونید ترید انجام بدید تا برسیم دیگه حالا مباحث دیگهش مثل هانت، شکست، اون گره های مهمش، ساختار لگی که داره میاد. دیدم خیلی تو گروه مشکلتون اینه که نمیتونید پیوتی که توی بازار شکل میگیره، یک تو لحظهش ترید کنید، دو در آینده. همش سواله که کجاش ترید کنیم، این چرا اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد. امروز میخوام این پیوتو خیلی راحت ترش کنم برات، یعنی اون چیزی که توی ذهن شما بوده و هست الان خیلی بعد از این ویدیو راحت تر میشه انشاءالله. خب ما بچه ها قبلا صحبتی که میشد در مورد پیوت ها این بود که همیشه این سه تا که قانون بود دیگه توی سرپا، این سه تا کندل همیشه ما میگفتیم داریم. این کندله بعد همیشه بحث بود که حالا این کندله که میاد پایین 1000 تا قولا اعصاب خوردی برای خودمون پیش میومد، چون حالا اینی که این آخر رو زده، اینی که میاد پایین این چه مدلی بیاد، این اگه کلوز نکرد چی میشه. خیلی موقع میشد مثلا میگفتیم که چیه، خب این کندل آخری استاندارده، تو دو تا کندل بیاد اینو پوشش. خب اینجا چجوری میشد؟ یه کندل میومد اینجا، اولی شادو میزد، بعد دومیه میومد اینجا است، بعد میشد سه تا. خب منتظر بودیم این برگرده بالا، آرتیپی بده بزنیم توی FTCش ترید بزنیم، ولی خب بر نمیگشت، میرفت این همینجور در میرفت میرفت. حالا ممکن بود آیا برگرده به FTC تو اون لحظه مثلا 2-3 ساعت بعد، یا نه دیگه اصلا سرشو میرفت پایین و میرفت دیگه، اصلا اینو نمیگرفت. خب یا مثلا حالا نوع این پیوتی که این بالا بود میگفتیم آقا این پیوت مثلا اینجا شکل گرفته، اینم لگه، این لگ قبلش و حالا این کندل. این پین بار و لانگ بار و تبصره‌ای ها، پیوت های تبصره‌ای، اینا که شکل میگرفت، خب خیلی موقع ها مثلا اینجا رو نگاه کنید، مثلا خیلی موقع ها دیگه ما اینی که بسته میشد آقا دیگه میموندیم تو بازار. حالا این میخواد مثلا برگرده 50%، یا اگه خیلی زرنگ بودیم تو اوپنش میگرفتیم. خب و خیلی موقع ما دستمون در میره. مثلا این پیوتی که همین دیروز دوستان داشتید صحبت میکردید که این کندله اومده بود چیز زده بود، اومده بود برگشته بود و نمیدونم اینو می‌خواستید بگیرید، نمیدونستید ترید در لحظه‌اش انجام بدید. گفتم صبر کنید این جلسه بیاد، حالا میخوام یه مقدار اینا رو پیشرفتش بکنیم. پیشرفته که داره میگیم بچه‌ها هیچ چیزی خارج از سبک که ما نمیتونیم بگیم. پیشرفته یعنی میخوام دیدمون رو بهتر کنیم با یه قانون ساده. قانون ساده میگه چی؟ قانون ساده، بریم رو تریدینگ ویو، اونجا من یه مقداری شکل بکشم براتون. خب این تریدینگ ویو، این قانون ساده بچه‌ها که میخوایم ازش استفاده بکنیم، میگیم چی؟ میگیم بذارید من اینو پیداش کنم، من کجا رفت اینو که داشتم میکشیدم باش بکنم. اگر یادتون باشه ما میگفتیم یه بیس داشته باشیم، یه بیس حرکتی اینجوری داشته باشیم. من خیلی چیزم خوب نیست دیگه، ببخشید. میومد اینجا
حالا اینه که دیگه میخواست اینجا پیوت برای ما شکل بگیره، دیگه دردسر. اینجا که میخواست حالا برگرده لانگ شادو میشد، پیوت خودپوشاننده میشد، این کندله یک شادو میزد، یکی دیگه باید میومد بالای این نمیدونم کلوز میکرد، این یکی استاندارد بود، حالا باید تو کندل یک کندل دیگه میومد بالای این بسته بشه که ما بتونیم تو FTC این ترید بزنیم. خیلی در واقع سوال برامون پیش میومد. اینجا ما میخوایم ساده ترش کنیم طبق قانون استاد. استاد میگن چی؟ آقا این بیسی که شما دارید و قیمت ازش اومده بیرون، اینجا یه گرهیه، به قیمت اگر بخواد بره بالاتر باید این گره رو اینگولف کنه، یعنی مسیر پیش روش رو پاکسازی کنه. درست؟ ما میایم از یه قانون ساده برای همه پیوت ها استفاده میکنیم. چه قانونی؟ میگیم لگو داشته باشیم اول که همه اون قانونا سر جاش، بیس مناسب و لگ مناسب. اون بیسه که دیگه شرایطشو میدونی تو جلسات قبلی، لگمون هم که اندازش میدونی 2.4 تا 3.6 میمونه اینجا ما قانونی که براش به کار میبریم اینه، میگیم آقا قانون ثابت برای همه پیوت ها در نظر میگیریم. قانون این که از این پایین یک خط ATR میندازیم و حالا کاری نداریم این پایین چه کندلیه، اینجا چه کندلی زده یا حالا هر چیز، خط ATR ملاد، یعنی فقط یک خط ATR میندازید و قیمت بیاد یک ATR از این رد بشه. حالا این رد شدنه، نکتهش این رد شدنه یا شادو میزنه، یعنی یک ATR میاد بالا شادو میزنه مثلا زیر این خطتون کلوز میکنه، یا نه میاد پشت این خط کلوز میکنه. پس خط ATR یک ATR خط، یه لگو دارید و یه بیس. حالا میریم مثال زیاد میزنیم تو یه بیس دارید، یه لگ مناسب و این همون گرهه که باید اینگولف بشه طبق همون قانون ساده که استاد گفت. خب یک خط ATR دارید بر اساس تایم فریم لگتون. شما مثلا توی تایم یک ساعته یه بیس مناسب پیدا کردید، اینم لگ یک ساعتتونه و اینم خط ATR که باید برگرده. حالا این خطه تو تایم ساختاره، توی تایم یک ساعتتون یا میاد پشت این خط شما کلوز میکنه یا نه شادو میزنه پشتش کلوز میکنه. درست؟ این از این. حالا میمونه این گرهی که اینجا هست. این گره چه با شادو چه با کلوز دو تا سناریو براش پیش میاد. یا این خط ایتیاری رو که شما انداختید کندل میاد شادو میزنه پشت خط ایتیاری و همون شادو این گره رو اینگولف میکنه و برمیگرده، گره رو اینگولف میکنه و برمیگرده. خب یا چی؟ پس یا این خط این چیزی که میاد بالا، قیمت که داره میاد بالا، اون کندله میاد با شادو این گره شما رو اینگولف میکنه و برمیگرده، یا نه با کلوز برمیگرده، یعنی کلوز میکنه پشت خط همزمان هم چی؟ همزمان هم میاد این گرهتون اینگولف میکنه. حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی اینه که شما اون بیسه رو دارید، این بیسه رو دارید، قیمت ازش خارج شده اومده بالا اینجا، اینم که گرهتونه اینجا، اینم که اون گره هست. خب این گره. خب پس حالت اولی این بود که شما چه با شادو، یعنی خط ایتیاریتون اون کندل تو تایم ساختار، چه با شادو چه با کلوز پشت خط ایتیاریتون این گره هم میزنه، گره یه سومتون این گفت. حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی اینه که شما خط ایتیاری رو که انداختید، حالا قیمت
میشه این گره رو اینگولف کنه. خب یعنی چه با شادو چه با بدن نمیتونه این گره رو اینگولف کنه. اون موقع تکلیف چیه؟ برمیگرده پایین. پس غیر از این دوتا حالته دیگه ما کاری بهش نداریم. یک، خط ایتیاری. پس همه حالتاش اینه که دیگه ما کاری به اون چیزها نداریم، اون شکل‌هایی که اتفاق میافتاد نداریم. فقط اینجا حالت پیشرفته ترش، یعنی حالت پیشرفته، فقط میایم یک ایتیار خدمتتون که عرض کنم خط میندازید توی تایم ساختار، توی تایم ساختارتون شادو میزنه، یعنی که توی تایم ساختارتون کندل میاد پشت این خط شادو میزنه. حالا اینو اینگولف میکنه برمیگرده، یا نه کلوز میکنه اینم اینگولف میکنه برمیگرده. حالت دومش چیه؟ پشت خط شما چه با شادو و چه با کلوز این گره شما اینگولف نمیشه. من خط رو بیارم پایین که براتون سوال نشه. پس دو تا سناریو ما اینجا داریم. حالا برگردیم روی متا. خب پس تا اینجا گفتیم این لگ برگشت خط ایتیاری، یعنی شما منتظر میمونی یه بیسی رو انتخاب کردی، مثلا توی ساعت یه بیسی رو انتخاب کردی، قیمت اومده پایین، یه کندل برمیگرده، دیگه کاری ندارید این کندل چیه، فقط میاد خط ایتیاریتون رو میندازید. یا با شادو تو تایم ساختار پشت این که میزنه، یا با کلوز، که دو تا حالت پیش میومد که سناریوش میخوایم بررسی کنیم. پس تا اینجا هدف رو متوجه باید شده باشید که ما میخوایم چه کار بکنیم. دیگه اون حالتایی که تو ذهنتون بود نه که بذارید کنارا، اینو بهش اضافه کنه، خیلی راحت تره. دیگه اصلا کاری به انواع و اقسام کندلا که چی میشن و اون یکی چی میشه و اون الان قراره چی بشه ندارید. قبل از این باید یه سری تنظیمات هم روی فیبوتون انجام بدید. روی این فیبو، وقتی شما فیبو رو میندازید، شما این 23 و 33 رو که دارید، این 23 و 33 برای اینگولف اون گره سومتون یا همون تصفیه‌ای که قبل از این پیوت شکل میگیره، که یعنی شما اینجا اومدید، اینجا گره براتون ساخته شد، حالا میخواید برگردید. یک مقدار تنظیمات دیگه هم باید بهش بدید. چی؟ بیاید توی تنظیماتش اون 50 اون گره 50 برای این که بچه‌ها شما خدمتتون که عرض کنم بهتر روی گره ها ورود داشته باشید، ما میگیم این لول ها مثلا 50% که اینجا خطه، 5% براش خطا در نظر میگیره که چیکار کنه که برای اون یه محدوده اینجوری بسازه. میبینم شما صفر میخواید روی این خطه ورود کنی، میگید این خطه اینجوریه، ولی نمیدونید که این خطی که داره بهت نشون میده گره. این 5% رو که ما بهش اضافه میکنیم بهتون کمک میکنه که شما اگر قیمت اومد اینجا نوک این ورود نذارید. مثلا اینجا که اومد این محدوده بهت کمک میکنه توی پیدا کردن اون تا جای دقیق گرهه، بهت خیلی کمک میکنه. پس تراز 50 رو 5% مثلا میذاریم روش، میشه 55. ببینید الان من 55 رو اضافه کردم بهش، ببینید این 55. تراز 50 مون هم که داریم، اینم 50. میمونه تراز بعدی چی؟ تراز بعدی هم 61 و 8 دهم بود که همون 62 بود. اونم یه 5 تا میذاریم روش، میشه 67. این 67، اینم که 62. خب تراز 78 داشتیم، 5 تا میذاریم روش، میشه چی؟ تراز 78 و 5 میشه 83. اینجا من 83 وارد کردم. وارد کردنش هم اینجوریه که شما اگه بخوای مثلا 83 رو بندازی اینجا 0 داد 83 صدام اینجا میذاری، بعد 83 هم اینجا، مثلا 67 صدام میخوای بذاری اینجا میذاری، بعد 67 هم کنارش بزنی. اینا دقت کن. اوکی؟ و میمونه اون تراز 89 که اون تراز 89 که FTC رو بهتون نشون میداد، میشه 94. 5 تا که بذاری روش میشه 94. وقتی بندازید اینجوری میشه. ببینید تراز 50، اینم 55. یه محدوده اینجوری براتون میسازه. ببینید تراز 62 67 یه محدوده اینجوری براتون میسازه. تراز 78 و 83 یه محدوده اینجوری براتون قشنگ میسازه.
خب این محدوده بهتون کمک میکنه که وقتی این برای چارت داری نگاه میکنید قیمت داره بهش نزدیک میشه و اومدی توی محدود استاپتون خواستید بذارید پشت این برای این جلوگیری میکنه از استاپ زدنتون، نمیذاره مثلا جای درست دقیق گره رو مثلا میاد خیلی کمک بهتون میکنه. این از این. پس اینو نیاز دارید اینو بهش اضاف کنید. اوکی، این از این. بعد یه مقدار در مورد گره ها براتون صحبت کنم. ببینید بچه‌ها وقتی شما یه گرهی دارید توی بازار، مثلا این گره رو که دارید توی سبک تیرکس، حالا ما هنوز تو شکست ها نرسیدیم که بخوایم این گره رو کامل توضیح بدیم، ولی این مختصر رو براتون توضیح بدم چون بعداً که دارید به این گره ها میرسید میبینم خیلیتون مشکل داره. این گره زمانی که اینجا شما اندازه میزنید یه طولی داره. مثلا شما اندازه میزنید اینجا بهتون میگه 25 تا. طول گرهی که ما داریم در سبک تیرکس بر اساس تی اچ، چون نفوذ برگشت توی سطح، میبینید این سطح کناریش بر اساس توان، بر اساس این تی اچ که اینجا هست. شما توی اندیکاتور اگر نگاه بکنید 3 تا عدد اینجا دارید برای دوستانی که تازه شروع کردن. این تی اچ، این تایم فریم، مثلا توی 1 ساعته هستیم، این تایم فریم 1 ساعت، تی اچش تی اچ 1 ساعته الان اینجا اگر نگاه کنید 14. این ATR میانگین ما از دوباره 14. این عدد 6 هم که نوشته لایو بازاره. خب ببینید که الان این گام و ATR آنچنان فرقی با هم ندارن. مثلا تایم که زیاد میشه یه مقداری شاید تغییر بکنه، ولی الان نگاه کنید این گامش 29، اینم 30، یعنی 4 ساعته با هم نزدیک. الان امروز قشنگ اینا همشون یکی شدن. این دیلی 70 185. مثلا این تی اچ ویکلی 185، ایتیارش 160. خب حالا این چه به درد میخوره؟ ما میگیم وقتی یه گره معاملاتی داریم این گره ها در تایم تریگر دیده میشن. خب اولا این، حالا به بحثش میرسیم که یعنی چی اصلا. فعلا شما اینو داشته باشید. میگیم گره رو باید حداقل تو تایمی که میبینیم 3 تا 4 تا 3 تا کندل حداقل باشه. میگیم تایم بالاتر میبینیم میگیم این نمیبینیم. پس این گرهی که شما اینجا میبینید اصلا مال این 4 ساعته نیست. گره مال 1 ساعته است. تو 15 دقیقه هم که بریم بیش از اون کندله، تعداد کندلی که توی استاندارد سطحی. پس الان این گره من مال 1 ساعت است. این گره توی 1 ساعته میبینم، ولی اندازش میخوام ببینم چقدر اندازش. باید اندازش رو بزنید. اندازش که میزنید بهتون میگه 20 و چقدر، اینجا که بیاین پایین تا اینجا 26 تا. این گره رو شما تو 1 ساعته میبینید، ولی تی اچش از تی اچ 1 ساعته بزرگتره. تی اچ ساعت 14 بود، 4 ساعت 29 و اینم 26 بود. پس این تی اچش اندازه این 4 ساعته هست. حالا وقتی قیمت داره از اون برمیاد، چون این تی اچش از تایم 1 ساعته یه بزرگتر هست و میرسه به این 4 ساعته، اسمش استاد گذاشت ETR. یعنی ETR یعنی چی؟ یعنی شما این وسط منتظر واکنشش باش، 50%ش. این گره میشه ETR. چرا؟ چون گره تو 1 ساعته هست ولی تی اچش بزرگتره، اندازه 4 ساعته، یه تایم بزرگتر از 4 ساعته هست، میشه ETR. حالا اگر گرهی بزرگتر بود، مثلا این گرهی که شما تو 1 ساعته میبینید تی اچش بزرگ بود، مثلا اندازه دیلی بود، 70 تا بود، 50 تا بود، 55 60 تا اینجاها بود، نزدیک به 70 بود، میشه چی؟ میشه این 1/3 پایانیش. یعنی قیمت که داره میاد پایین 1/3 پایانیش واکنش داره. حالا اگر FTR بود چی؟ FTR بود چی؟ یعنی اندازه همین 14 بود. اندازه این خدمتتون که عرض کنم اندازه این 14 تا بود. وقتی اندازه اینو میزنید مثلا 14 تا 15 تا 16 تا رو نشون میده که بهتون میگه FTR هست. وقتی گره FTR هست، تا همینجا فعلا بهتون میگم این گره وقتی FTR هست اینجوری و قیمت داره میاد بهش نزدیک میشه، این محدوده گره شما اینجا. خب
وقتی این گره FTR باشه، یعنی THش اندازه این 1 ساعته باشه، لحظه ای که قیمت میخواسته از این گره شما بزنه بیرون، اینجا این نوک یه دونه FL کوچولو ساخته، یعنی تایمتون رو کم میکنه، اون FL رو میبینید که بعدها تو شکسته به این میرسی، تو دل این کندل شکسته، این وقتی قیمت بهش رسید اینجا واکنشتون رو میده، تموم شده رفت. پس FTR اینه، ETR اونه و CTR هم که براتون توضیح دادم. پس FTR میشه اول همین گره، یعنی قیمت که زمانی که بهش رسید اول گره استاد میگه اوردر بذارید. این اول گره، اول این گره یعنی از بالا که داره میاد اول این گره، این لحظه‌ای که قیمت داره از این گره شما خارج میشه، یه فعل کوچولو ساخته میشه که داره میخواد بشکنه سطح گرهتون رو، قیمت برمیگرده اولش واکنش به همین فعل میده و در میره. این مختصر الان فعلا توضیح دادم براتون. مثلا الان گره رو نگاه کنید، ETR، این گره ETR وسطش اومده واکنش داره. بعد این توی این خط کش هم اگر نگاه بکنید میاد مثلا محدوده رو بهتون میده، یعنی این تو اندازه زن این گره بهتون میگه نگاه کنید، بهتون میگه این ETR، این خط ETR رو نگاه کنید، بهتون میگه اینجا منتظر باشید، این 50% میاد تاچش میکنه و میاد. خب پس یه مختصر راجع به اینا توضیح دادیم، گره ها، که فعلا شما با، چون الان میخوایم پیوت رو توضیح بدیم، تو برگشتش که زمانی که خواستید شما تو اون گرهی که داره بهش قیمت میرسه ورود بزنید، میبینید خب دیدم بعضیاتون ها اینجا که میخواد پیوت رو شکل گرفت، این میخواد حالا برگرده بالا و شما اینجا روی این گره سوار بشید و برگردید، این گرهی که اینجا براتون زده، این گره باید اندازه‌شو داشته باشید که کجای این گره شما ورود بزنید وقتی قیمت اومد. اگر FTR بود همین اولش دیگه اوردرتون رو بذارید و یا رسید بهش سلتون رو بزنید، یا نمیدونم هر کاری که دیگه دستتون میاد. خب اگر ETR بود وسطش باشه. حالا میریم توی این مثالا توضیح میدم براتون. حالا بریم این، پس الان من فیبو رو گفتم، تنظیمات فیبو رو انجام بدید. یه مختصرم راجع به این گره ها گفتم که دیدتون بازتر بشه، که هی جلوتر میریم توی شکست ها گره ها رو قشنگ مشخص میکنیم، نقطه دقیقش رو میریم با همین این سفتش رو در میاریم با همین ابزاره. یعنی شما بحث جریان سفارشات، نمیدونم انتقال سفارشات، هر چی که باشه با همین یه دونه این با همین یه دونه خط کشی، چیزی که استاد برای ما ساخته، دوستان زحمتش کشیدن ایرش که دیگه از استاد بوده، با هم یه دونه میریم کل این صفر پین گره رو میزنیم دیگه، میریم صفر پین رو در میاریم. مثلا الان این گره بهتون میگه ETR، درست؟ نمیخوام حالا خیلی وارد جزئیات بشم ولی دیدگاه بهتون میگم، بهتون میگه ETR، یه تا هم کم میکنیم. حالا که بهتون میگه ETR دارید میاد، دارید این گره رو میبینید. پس هر چی هست رفته توی این سفارشات دیگه، توی اینه میاد روی این میگیرید. باز بهتون میگه ETR یعنی وسطش، تا کم میکنید. هر چی هست نگاه کنید، قیمت اینجا اومده پایین رفته توی این و اومده توی این دیگه، هر چیه اینجاست، میندازیدش روی این، بهتون میگه اینجاست دیگه، همین رو میدونش جلو این هاشش، این نشست تقریبا صفر پون گرهه. حالا بریم تو 15 دقیقهش، یعنی اینجا بریم جلوتر، ببینید صفر میاد تاچش میکنه و میره بالا، یعنی استاپتون خیلی کوچولو میشه. هر چی بود، حالا سبکای دیگه بیا نمیدونم 1000 تا، الان توی این گره بودیم دیگه، توی این گره بودیم، ETR بود، قیمت رفتیم صفرشو در آوردیم با هم یه دونه ابزار کوچولو، این انتقال سفارشاتشو نمیدونم اونجوری و اونجوری هر چی هست با همین کوچولو ما درش میاریم. اصلا نیازی نیست خودتون رو اذیت بکنید. ان شاءالله تو سرفصل خودش تو گره ها ریز بدید براتون توضیح میدم که صفرشو چجوری بگیرید، یعنی استاپتون بسیار کوچولو میشه، در حد 5 په 60 تا رفته بالا، 1 به 12. این از این که سرفصلش اگر حوصله کنید صبر داشته باشید بهتون میگم همشون. حالا بریم اون بحث اصلی رو فراموش نکنیم. پس گره، اندازه گره، اون لگ و
تنظیمات فیبو دید چیه؟ دید کلی این جلسه بیس لگ فقط برگشت ایتیاری، خط ایتیاری، نوع کاری که این کندل توی تایم ساختار انجام میده، شادو میزنه یا کلوز میکنه. بعد این گلف گره یه سوم چه با شادو چه با کلوز، شادو این چه با کلوز چه با شادو پشت خط این گلف میشود یا نمیشود. دو، چه با شادو چه با کلوز این گلف میشود یا نمیشود. حالتهای مختلف ورود. کل جلسه اینه. مثال بریم الان اینجا، مثال که زیاده، مثلا همین دیر شب که داشتیم اینو ترید میزدیم. ببینید اینجا خب به نگاه کنید چی کار میکنیم. بیس اندازه لگ فقط 248. این هم که بیسمونه، درسته؟ پس این دیگه میره که اندازه لگ همین 1 ساعته. با اینو بگیریم. یک نیاز داریم چیکار کنیم دیگه، کاری نداریم که این پایین چی شده. خط ایتیاری چقدر ایتیار ما؟ 14 تا. میایم اینجا 14 تا میریم بالا. 9 9 9 9 12 13 13 و 7 این 14 تاش. اوکی، این 14 تا یه خط میندازیم. اوکی، حالا دیگه این کاری نداریم که چیکار کرده. 14 تا یه خط میندازیم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میریم یه تایم پایینتر، تایم 15 اینجا. بیس ما این بود دیگه. شما میاد حالا اونجا میگیره از اینجا میگیره، خیلی فرقی نمیکنه. گفتیم میریم یه تایم پایینتر ساختارا رو بهتر نگاه میکنیم. حالا یه تایم دیگه میریم پایینتر گره سومش رو ببینیم. ببینید این اون خطه هست، اون خط ایتیاری که قیمت از اینجا اومد بالا تا اینجا اومد. اوکی، اینم پایان کندلتونه. من کندل یه ساعته رو روشن کنیم. ببینید این اگر نگاه بکنید نمیدونم مشخص هست یا نه. زیر صفحه رو یکم رنگش عوض کنیم تا فکر بکنم بهتر متوجه بشه. این هم برداریم گریدش. نگاه کنید این کندل آبیه میبینید این پایان اون کندل 1 ساعته شما هست. این همون خط ایتیاریه و این همون برگشته است که شما دنبالش میگردید. خب پس اینجا توی تایم تریگرتون اینه. من اینو بردارم. حالا میگیم توی اول برمیگردیم میریم توی تایم 1 ساعته، میگیم قیمت پشت خط ما شادو زده، یعنی نرفته پشت خط ما کلوز بکن. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم این گلف گره یه سوم رو در نظر میگیریم. پس اینم که گره یه سومونه. خب ببین این گره یه سومونه دیگه. این تراز فیبو رو گم نکنید. گره یه سوم 23 هم که دوتاش افتاده یه جا. حالا قیمت اومده پشت خط کلوز کرده، یعنی شادو زده تو تایم 1 ساعته و گره ما رو هم این گلف کرده. حالا ما چجوری ورود بزنیم که در لحظه این پیوتی که شکل گرفت رو ترید کنیم؟ شما 2 تا کار میتونید انجام بدید. یکی که چیکار کنید توی همون تایم فریم M5 تون کجا پیوتون رو الان گره سومتون مشخص شد. حالا بیا چیکار کنیم؟ میگیم برای این محل این دقیق اینو من پیدا کنم که بخوام باش برم بالا 2 تا کار میتونم انجام بدم. یک، زمانی که قیمت اگر خواست RTP بده، یعنی یه زمانایی هست بچه‌ها پیوت RTP میده، پیوت یه زمانی هست RTP نمیده. اینو بعدا متوجه میشید که زمانی که شکست سطوح رو گفتیم که این سطح شما شکسته میشه با کندل پرقدرت شکسته میشه، RTP بهتون نمیده. یه زمانی هست اینجوری هانتش میکنه برمیگرده. اون موقع منتظر RTP هستی.
اینو تو مبحث شکست ها یاد میگیرید. خیلی سوال در این مورد نپرسید که کجا آرتپی میاد دقیق آرتپی میزنه یا ببین دست بازاره. اینجا براتون مشخص میکنه زمانی که میخواد سطح این گرهتون رو بزنه این گلفش میکنه میریزه. میگم یعنی سطح اگر ببینید هانتش میکنه برمیگرده یا میشکن. اگر شکست شما دیگه برگشت آنچنانی به سمت FPC شما ندارید. خب بگذاریم خط احتیار رو انداختیم، قیمت اومد پشت شادو زد، حالا توی تایم ساختار یا کلوز کرد اب نداره، هر جوری که خودتون چیز میکنید. فقط این گره رو تو حالت استاندارد بزنه. پس گرهمون هم الان زد، پس مسیر برای بالا رفتن بازه. اوکی، حالا من میخوام اینجا اینو بگم. دو تا راه دارید عزیزان. یا شما بیایید چیکار کنید، یه فیبو، یعنی زمانی که قیمت داره برمیگرده، اگر RTP داره برمیگرده سمت پایین، یه فیبو میندازید، برداریم یه فیبوناچی از اینجا میندازید تا نوک این قیمت. من پاک کنم، پاکش کنم یه لحظه. ای بابا. خب ببینید زمانی که قیمت برمیگرده بهترین حالت ورود شما این تراز 62 و 67 میبینید این محدوده، میاد تاچش میکنه و حرکت میکنه میره به سمت بالا. پس اینه که گفتم محدوده براتون مشخص کنید به خاطر این. میبینید این 62 و 67 اومدیم 5% خطا براش گذاشتیم. اوکی، این از این حالت. حالا یه دید بهتری هم بهتون بدم، اینه که شما فرض کن حالا مثلا اینجا حواستون نیست نمیدونید این چیه، پس حالتی که اومد کلوز کرد و این شادو زد یا کلوز کرد اینو زد، شما دیدید داره برمیگرده، یه فیبو برعکس میندازید تراز 62 و 67 بهترین لولی که میتونه برگرده. حالا بعدها میفهمید که شما اینجا توی تایم دبل تریگرش، توی تایم دبل تریگر این که برید تریگرهای ورود که بهتون بگم، اینجا مثلا قیمت چیکار کنه؟ قیمت بیاد CP بیاد روی این شکست سطح CP داشته باشید، شکست خط روند داشته باشید و موقع بره بالا، یا بیاد اینجا یه درجا بزنه روی این لول وایس گره زدن بیس زدن اون موقع شما ورود بزنید. ولی الان برای این شما همین تراز 62 و 67 داشته باشیدش. پس این از این حالت. یک دونه حالت هم اینه که شما بچه‌ها بیان چیکار کنید؟ بیان یه فیبو برعکس اینو بردارید، از انتهای لگتون یه فیبوناچی برعکس برید ابتدای بیستون. یعنی چی؟ یعنی این بیس حرکتی من بیام اینجا. اوکی؟ اگر این کارو بکنید تراز 78 و 83 شما میشه محل ورودتون. یعنی اگر اینو نتونستید حواستون نبود گرفتید، یعنی فهمیدید من میخوام اینجوری بگیرمش، اینو میرید سمت اون نوک بیستون، خیلی فرقی نمیکنه. شما حالا مثلا بگی من اینجا رو بگیرم، فرق آنچنانی نمیگیره، میگم اتفاق نمیفته. خب پس اگر از انتهای بیستون فیبو رو برعکس بندازید به ابتدای بیستون، میشه تراز 78 و 83. اگر بیاید اینو از جایی که داره RTP میده، اگر قرار بر RTP باشه RTP بده، اینو بندازید میشه تراز 62 و 66. اینو میگیره دو قیمت میپره میره. این از این یه مثال. حالا بریم مثال بعدی هم بزنیم. پس این شد چه حالتی؟ حالتی که توی تایم ساختار یک ایتیار داشتیم برگشته بود و این گره سوم هم زده بود، قیمت برمیگرده رو تراز این و شما بایشو میگیرید. یعنی به محض این که در تایم ساختار شما قیمت اون کندله باید بسته بشه. بچه‌ها این کندله تو تایم ساختار باید بسته بشه. بسته شدنش چه با شادوه چه با کلوزه.
وقتی که بسته شد خطتون رو اینجا اومد، حالا هر کاری میخواد با خط شما بکنید که الان مثال مختلفشو میزنیم، اون موقع شما میپرید تو تایم تریگر، منتظر یکی از این حالتایی هست که اتفاق بیفته. حالا بریم یه مثال دیگه هم بزنیم. همین امروز اینجا بکنم اینجا بود. آره این ببینید الان این لگ، الان از اینجا تا اینجا، خب ما اندازه بزنیم اینو ببین اول تایم لگمون هست 326%. اوکی، 326% لگ ما اوکیه. کافیه این لگ رو داریم یک ایتیار برگرده. چیکار میکنیم؟ خط ایتیاری، ایتیار چنده؟ 14. از این نوک این ببینید باید از این نوک بگیرید، همیشه نوک قیمت رو بگیرید، چه الان نزولی چه صعودی. 14 تا میایم پایین، ایتیار یک ساعت 14 14 14 14 14 12 13 14 این اینجا میشه 13 13 و 8 14 این خطش. اوکی، به محض که این کندل شما بسته شد قیمت، حالا اگر بخواد RTP بده از نوک این کندلی که شما توی تایم ساختارتون کلوز کرده یه RTP میده به سمت بالا. حالا اینو انتخاب میکنیم. پس این کلوزمون بود توی تایم ساختار، اینجا این خط ایتیاریمون بود و اینم کلوز کندلی که اومد حالا تو دو تا کندل بهش کلوز زد. اوکی، حالا میریم تو تایم تریگرش، این 15 اینم 5. ببینید این اون خط ایتیاریتون بود تو تایم ساختار، اینم چی؟ اینم کلوز کندلتون. خب حالا ما میخوایم ببینیم، میخوایم ورود کنیم دیگه، در لحظه میخوایم ورود کنیم. گفتیم دو تا کار شما میتونید انجام بدید. یکی که چی؟ یکی که زمانی که قیمت داره برمیگرده شما یه دونه فیبو از این نوت بگیره تا این گره، تا اینجا که داره RTP میزنه. درسته؟ اینو اندازه بزنیم بریم بالا. خب. قیمت زمانی که داره میاد بالا چی گره جلوشه؟ 50. ببینید این 50 50 این 62 و 78. حالا اینجایی که شما میخواید ورود بزنید، اینجا دیگه اندازه گره ها بچه ها چی میشه؟ برای شما خیلی مهم میشه. مثلا شما میگید این که این اومد به این خورد، چرا نرفت به گره 50 بخوره؟ چرا نرفتی به گره 62 بخوره؟ شما اینجا الان اندازه گرهتون مهم میشه که شما باید اینجا کم زرنگ باشید. میاد میگید چی؟ میگید خیلی خب مگه این گره 50 و 55 من نیست، اندازش چی بود؟ با این اندازه میزنید. میگه چی؟ FTR. وقتی FTR یعنی چی؟ یعنی این گره، همین الان براتون توضیح دادم، گفتم وقتی قیمت میخواد از سطح گره رد بشه یه اینجور گره میسازه. این هاشش، این FTR شماست. پس قیمت میاد به همین FTR سطح 50 و 55 شما واکنش میده و میریزه. این چقدر ریزش داشته دیگه، اصلا به اون بالا هم نمیرسه. حالا تیپس بهتون میگم در آینده که شما این کندلی که اومده میتونید این دوتا رو اندازه بزنید. مثلا بگه چی؟ بگه مثلا این کندلی که اومده اینجا انجام، مثلا اومده برای من پیوت منو تایید داده بین این، حالا یا لانگ یا که الان این حالتی نیست. ما بریم حالا مثال بعدش رو بگیم متوجه میشه. پس این گرهی که مشخص کردیم گفتیم ETR FTR که میاد مشخصش میکنید به خاطر اینه. اینجا به کارتون میاد که شما همین صبح بوده دیگه، همین صبح بتونستید اینو بگیریدش، پیوت یه ساعت هم بوده دیگه. وقتی داره اینجوری میشه اینجاها دیگه شما باید حواستون باشه که داره قیمت میخواد چیکار کنه، قیمت میخواد بریزه. فوقش هم شما روی این گره ورود
ورودتون رو بزنید بذارید پشت همین این 2 پپ 3 پپ 3 پپ اصلا چیزی نیست. ورودتون رو بذار میزدید اینو میگرفتید. پس این یه حالت. خب یه حالتی دیگه هم بود که گفتیم بعد. حالا این یک نکته هم که اینجا یادمون رفت که خواستیم چک بکنیم این بود که باید نگاه میکردیم که این گره یه سوم ما رو زده یا نه. که اگر دقت بکنید من اینو پاکش بکنم که قاطی نشه با این اونی که بالا انداختیم رو پاک کنیم. خب ببینید این گره یه سوم ماست دیگه. گره یه سوم ما این هم که خط ATR مون بود بچه‌ها، اومد تو تایم ساختار پشت این خط کلوز کرد. اینم اون لو کندل تاییدمون بود دیگه. تو 2 تا کندل اومد گرهمون هم زد. حالا اینجا دیگه چی؟ اینجا داشت یه RTP میداد که ما روی سوار بشیم بگیریم اینو بگیریم. بچه‌ها شما ما دوست داریم این برگشتی که اومد بالا این سلو بگیریم. این RTP بچه‌ها تجربه میخواد. یعنی شما تو بازار باید کل این گره ها رو بشناسید. مثلا این گرهی که اینجا هست، این گره کوچولو رو باید شما بشناسید که بتونید حالا روی این RTP بگیرید برید بالا. فعلا صبر کنید شما اینو یاد بگیرید که ورود در لحظه رو بگیرید. الان هم که قیمت داره اومده بین داره به FTC واکنش میده اون بالا ترازش. ببینید الان که داره میاد بالا ترازش رو بندازید. همین پیوت یه ساعت هست دیگه. ببین صفر اومد به این تراز 89 تا که جای FTC بود. ببینید اونایی که میگفتید این صفر نمیاد میخوره به خاطر اینکه این گره محدوده داره. همین تیکه کوچولو هم الان لایو دیگه اومد بهش خورد. اینم از این. یه بار دیگه توضیح بدیم. پس این پیوت یه ساعته ما دیگه اگر می‌خواستید مثلا شما صبر کنید که در آینده بیاد، حالا این باید 4 5 ساعت صبر می‌کردید ولی شما در لحظه اینو می‌گرفتید. چقدر ریخته همین یه دونه 41 پپ. اینم که گفتیم بریم یه مثال دیگه بزنیم ببینیم پیوت چقدره. همین این پیوت اون بالا پیوتش 4 ساعته. این پیوت 4 ساعته. ببین ما داریم فقط پیوت رو نگاه می‌کنیم بچه‌ها. داریم فقط پیوت رو نگاه می‌کنیم. کاری نداریم که اون بالا چه پیوتیه. می‌خوایم فقط صرفا پیوت رو بگیریم. وگرنه می‌دونیم که الان اون این پیوت بزرگتره و این میتونه آتیپیش باشه. هرچند که فقط داریم تخصصی نگاه میکنیم. یعنی اون مسائلی که دیگه تو ذهنتون بود و اینها رو خیلی داریم راحت ترش میکنیم. الان این لگ شما 4 ساعته است. از اونجا تا اینجا 4 ساعته بود. درست؟ یه دونه ایتیار یه 4 ساعته میخوایم برگرده. ایتیار 4 ساعته چقدره الان؟ 30 تا 27 30 اینجا 30 تا. این خط 30. الان قیمت پشتش چیکار کرده؟ قیمت پشتش کلوز کرده. حالا میرید کجا؟ گفتیم به محض که کلوز کرد میپریم کجا؟ میپریم توی فیدی گره. گرهش میشه کجا؟ 15 دقیقه. این هم میندازیم تا گره یه سوم مشخص بشه. سر راهمون تو همین پترن هم میریم. گره یه سوم مشخص بشه قشنگ‌تر. این گره یه سوم که میشه پیوت تصفیه ما. این هم که خط ایتیاری مون بود. کندل 4 ساعتمون کجا تموم میشه؟ زوم کنیم. کندل 4 ساعتمون هم اینجا این یعنی های کندل 4 ساعتمونه دیگه. این های کندل 4 ساعتمون که اومده گره یه سوممون رو زده. میریم پایین‌تر رنگ مشخصش میکنیم. ببین اگر گیر کردید این 4 ساعته رو روشن بکنید این میشه نوک اون کندلتون. این لوش بود، این لو بود و اینم اون کندل 4 ساعت هست. پس نوکش میشه اینجا. درسته؟ من اینو ببندم. خب الان پس این اون کندله بود اومد این گره یه سوم گره 33 منو زد که میشد تصفیه اینجا. حالا اونم که ابتدای لگ هم بود. این که میشد گره 33 هم اینم که انتهاشه.
حالا من دو تا ورود دارم، یکی که در لحظه بگیرمش، یعنی RTP شو بگیرم، یعنی بیاد رو RTP بزنه سریع، بیاد رو لحظه ورودم رو بزنم. دو، یکی در آینده تو FTCش ورود بزنم. دو تا ورود که بیشتر ندارم که. اوکی. حالا میگیم زمانی که این کندل 4 ساعته من اینجا که زده، این نوک هایش بود دیگه، الان یه وقت گیج نشید، یعنی کل این کندل 4 ساعته شما که اومد پیوتتون رو تاییدات، این کندل است. خب حالا اینم که خط انداختی مشخص بشه. حالا اگر قرار این RTP بشه برگرده، گفتیم دو تا راه داریم. پشت اون خط اعتیادیمون هم کلوز کرده، درست؟ یعنی اینجوری قیمت اینجوری بوده، اومده پایین، یک ATR برگشته، پشت خط ATR ما توی تایم ساختارمون کلوز کرده، گره یه سوممون هم زده. حالا میخوایم سریع تا این برگشت، یعنی تو لایو بازار این که برمیگرده، اگر برگشتی داد کجا وارد بشیم؟ همراهش بریم بالا. این یکی. دوم هم این که یه دونه هم FTC این پایین داره دیگه، یعنی اینو بگیریم بریم بالا. حالا از هر جا تیپیشو بگیریم، صبر کنیم از دوباره بیاد یه پایین دیگه روی FTC هستش هم یه دونه تیپی بگیریم. کل کار پیوت اینه. پس ما تو لایو بازار منتظریم که این بیاد یه دونه لول اینجا تاچ کنه بره بالا، دوم یه دونه هم تو FTC بعدش ترید کنیم. گفتیم چیکار میکنیم؟ دو تا راه داریم. یک، وقتی که این کارو انجام داد، مهم این بود که این گره این گلف بشه. حالا اومد کلوز کرد تو تایم ساختار، از جایی که داره برمیگرده، حالا بعدها بهتون میگم این از کجا برمیگرده، فقط شما صبر کنید یکی یکی بریم جلو. دو تا کار میتونستیم انجام بدیم. گفتیم یا فیبو رو برعکس بندازیم اینجا. ببینید شما میتونید فیبوتون رو از این پایین بندازید تو ابتدای لگتون، درسته؟ روی ابتدای لگتون که الان اینجا به یه دونه این دیگه برای اون لگ آینده تونه، اتفاقا که ما 78 بهش رسیده. این 78 برای این که بهتر بتونید بگیریدش، میتونید چیکار کنید؟ فیبوتون رو بندازید روی این طرف، از اینجا تا اونجا که داره برمیگرده، اومده تراز 50 تون رو تاچ کرده. ببینید 50 و 55 تون رو تاچ کرده و رفته بالا. حالا که آینده داره برمیگرده، کجا دیگه واکنش داریم؟ 50 و 55 میرن کنار، تراز 78 و 83 اومده تاچش کرده، مقدار مزیرش زده بیرون دیگه. حالا اینجا یا استاپ میخوره یا بالاخره تیپی رو میگیره. پس تو لحظه لایو بازار، حالا نکته‌ای که هست، یکی مقداری اگر شما زرنگ باشید متوجه میشید که چرا به این 50% واکنش داده رفته بالا. اگر برید توی تایم ساختارتون نگاه کنید، کندلی که اومده پیوتتون رو تایید داده، این کندله که اومده پیوتتون رو تایید داده، یادتونه گفتم FTC اولش میشه، اگر این لانگ باشه FTC اولش میشه 50%. اینجا به کارتون میاد. کندلی که اومده پیوت شما رو تایید داده، اگر علامت بزنید احتمال زیاد لانگه. 123% تموم شد. پس اونور هست که شما توی تایم تریگرش میاد فیبو رو میندازید از اینجا تا از اون جایی که میخواد قیمت برگرده و شما سوار قیمت بشید برید بالا. باید متوجه باشید که کندلی که توی تایم ساختار اومد پیوت منو تایید داد، پشت خط ATR هم کلوز کرد، لانگ بود، پس احتمال زیاد رو تراز 50 فیبو بای دارم. تموم شد دارم. این رو که گرفتید، حالا تیپی 1 3 5 هر چی گرفتید دیگه، تیپی دون رو میبرید. چرا؟ چون میخواد مثلا دیگه اگه شما دیدگاهتون بالاتر باشه میفهمید که این میخواد بره مثلا یه RTP بزنه. این کل این حرکت RTP بوده که این پیوت تسکرش بوده، مثلا این بره هانتینگ کنه بریز. حالا از اون بر که داره برمیگرده، یه بار تراز 50%ش که هیدنش بود واکنش داد، یه بار مصرف هم دیگه. شما دیگه باید بیا رو لول چی؟ باید بیا رو لول 78. یعنی اینجا که اینجوری میندازید برعکس بندازید روی اون، ریبوتون رو بندازید اینجا. ببینید من الان مینداختم اوله ولی دقیقش اینجاست، به خاطر همین دقیق در نمیاد. یعنی شما فیبوتون رو باید بندازید اینجوری. ببینید دقیق میاد 78 رو میزنه و یه تیپی هم اینجا میتونه ازش بگیره. اینم از این. پس اینی که حالا 50 و 61 و 78 یکم زرنگ باشید تو تایم ساختار. اون کندلی که میاد پشت خط ایتیارتون
کلوز میکنه یا شادو میزنه، حواستون باشه که چه کندلیه، که شما دیگه دیدگاه وقتی قیمت حالا داره برمیگرده تو لایو بازار برمیگرده، کجا سوار قیمت میتونید بشید، کدوم ترازو هست که بهتر جواب میده. پس الان ما یه تایم 4 ساعته که بودیم پشت خط ایتیاریمون کلوز کرد. ببین بچه‌ها، ما دیگه الان لانگ شادو و نمیدونم فلان و اینا دیگه نداریم که شما بخواید اذیت بشید که بگید حالا این لانگ شادو نمیدونم اون یکی چی. الان مثلا هم اینو بریم، این یکی این چه پیوتی بوده، این 445، این 4 ساعت است. ببینیم تو 4 ساعت است مثلا الان این دیگه اینجاست. 4 ساعت 433 تا، این 433 تا. اوکی، الان همین لگو بزنیم، حتی بزرگتر هم هست دیگه، شما اینجا میتونید ببرید. 389 تا. گفتیم یه ایتر 4 ساعته برگرده دیگه، کاری نداریم اینجا لانگ یا حالا هست. 4 ساعته جهت 30 تا، یه خط 30 تایی، 24 این 30 تا. این 30 تا میمونه چی الان؟ این گره یه سوم. ما بریم کدوم حالتاش هست، بریم یه تایم پایین‌تر، بریم گره 33 کدومه؟ گره 33 من که دیگه اینه معلوم. اگر اون گره 50 باشه، این گره 33، این گره 33. حالا اون کندل 4 ساعتی کدوم بود؟ کندل 4 ساعته. بریم از دوباره قشنگ پیداش کنیم که براتون سوال نباشه. کندلی که اومده بود بالا، این کندل دیگه، اینا هاش، این اوکی، یعنی این کندل بسته شده، این کندل اومده پشتش کلوز کرده، پشت خط ایتیاری تو، درست پشت خط ایتیاری کلوز کرده بود. الان نوکش هم علامت زدیم، نه نوکش هم علامت زدیم. گره 33 مون کجا بود؟ اینا هاش، این گره 33 مون هم این گل کرده، درست. حالا میخوایم تو لایو بازار باش ترید کنیم دیگه. گفتیم دو تا راه دارید، یک اینجا که قیمت داره برمیگرده پایین، شما یه فیبو برعکس بنداز، یه فیبو برعکس بنداز. حالا اینو بیارمش پایین قشنگ. اومده چیکار کرده؟ تراز 50% تون رو دیده. حالا اینجا شما یا وای میسید، یه استاپ نوش جان میکنه، همراهش میرید بالا، یا دیگه چی؟ یا قشنگ وای میسید که بره تیپی تون رو بده. حالا اینجا شما باید زرنگ باشید. چجوری زرنگ باشید؟ برید اون کندل هست که 4 ساعت اومد و مشخص کرد براتون، یعنی کندلی که اومد اینجا، اگر یادتون باشه میگفتیم این اوپن کندل نمیدونم خودپوشاننده 50% کندل لانگ بار یا حالا چیزی برامون مهم بود، این در لحظه شما میخواین بگیرید. خب یعنی زمانی که این الان این 4 ساعته اینجا بود دیگه، اومد گره رو زد، شما میخواید اینجا برید بالا، یه تیپ این بگیرید، یه دونم زمانی که داره برمیگرده رو FTC اصلی بگیرید. چجوری؟ یعنی شما اینو که گرفتی در لحظه رفتی بالا، حالا میمونه در آینده. مگه وقتی تو 4 ساعته هستی نمیگفتیم این لانگ شادو نمیدونم 50% لانگ شادو برامون مهمه و اینها؟ شما میاد چیکار میکنی؟ شما الان این فیبوتون رو برعکس میندازید. کجا بودیم؟ همینجا بودیم دیگه. تو 4 ساعته کجا گرفتیم لگمون رو؟ تو 4 ساعته همینجا گرفتیم، درسته. اینا بندازیمش دقیقه پایین. اینم از این، بریم تو 15 دقیقه. میاد دقیق این ترازتون رو میبینه. اینی که میگم صفر به ورود نزنید، که بیاد چیز بکنید، یه RSI تو واگراییتون RSI ببینید، نمیدونم مثلا نگاه کنید الان اینجا میخواید ورود بزنید، هنوز تریگرای ورود نگفتیم، ولی میخوام دیدگاه بهتون بدم که شما اینجا که اومد این تراز 78 تون،
بین دو تا قله، دو تا دره ببخشید. یه RSI داره واگرایی میده. پس این رو 78 حواستون باشه اگه خواستید ورود بزنید یه تیپی خوشگل اینجوری بهتون میده. یه دونه هم که در لحظه گفتیم می‌خواستید اینو بگیریدش. پس دو تا حالت داره. پس اگر صبر کنید نقطه دقیق ورودشو چند بار اومده واکنش داده این 50% تون. ببینید این همون ورود در لحظه، یکی اینجا اومده، دو تا اینجا اومده، سه تا واکنش، چهار تا واکنش که دیگه آخر اومده خورده به همین جای اصلیشو رفته بالا که اینجا دیگه این سطح میشد. نمیدونم حالا بعدا بهش میرسیم. حالا خیلی توضیح ندیم که بچه‌ها باز سوال میپرسن تو لات. این از این حالت. حالا حالت بعدیش که شادو میزنه و الان این 4 ساعته است یا نه؟ این 4 ساعته است. رسیدیم به اون حالتی که این 4 ساعته است. آره همینا میگیریم 4 ساعت. دیگه ما نداریم. میتونیم حتی این بیس هم بگیریم ولی خب همین رو میگیریم. میخوام که براتون اوکی باشه. گفتیم ATR 4 ساعته چقدره؟ ATR 4 ساعت 30. 30 تا میایم پایین. 30 تا 30 تا 30 تا 37 تا. ما با این میایم دیگه. چرا اذیت کنم؟ 30 اینجاست. 29 30. اگر وایساد حالا مرد. الان این 30 تاست. توی اون حالتهای قبلی هی میگفتید حالا این کندل بیاد زیر این کلوز بکنه. نمیدونم اون کندل بعدی بیاد با دو تا کندل زیر این کلوز بکنه. با سه تا کندل میبینید با اصلا با شات 3 تا 4 تا 5 تا خب اومد در رفت. اینو نمیتونست اصلا بگیره. توی این حالت دیگه اصلا کاری نداره. الان اومده توی تایم ساختار شما یک ATR 4 ساعته اینجا اومده پایین 24 29 30 تا یک چیز دیگه میخوام بزنش پایین تر. بیا این 30 تا شد دیگه. من دقیق بزنم برای استادانی که میان خیلی اینا 30 تا دقیق 30 تا. خط ایتیاری کدوم حالت بود؟ بیس الان اینجا شما چی دارید؟ بیس لگ حرکتی یک خط ایتیاری برگشت تو تایم ساختارید با چی زده؟ با شادو زده. کدوم حالت بود؟ اونی که میومد با شادو میزد. تهش هم علامت میزنید. نوک این برای چیه؟ برای زمانی که خیلی کسانی که دوستان RTP رو بگیریم. حالا میمونه کی؟ اومده الان با شادو زده. یک ایتیار منو با یه شادو اومده پایین برگشته بالا. اوکی؟ میمونه انگولف این. تموم شده رفت. حالا میریم چیکار میکنیم؟ فیبونو میندازیم. تایم کم میکنیم. یه تایم دیگه میریم پایین. تا ببینید این الان خط اون خط هست. خط اون شادو این کندله هست. شادو این 4 ساعته هست. خط ایتیاریمون بالاست. خط ایتیاریمون اون بالاست. بریم 33 رو پیدا بکنیم. تموم شده. اینم 33. پس گرهمون رو زد. گرهمون رو با چی زد؟ گرهمون رو تو تایم ساختار که کندل زد با شادو زد. حالا نکتهش اینجا دقت کنید چی میشه. زمانی که شما برگشت ایتیاری رو داری قیمت تو تایم ساختار میاد با شادو میزنه، یعنی با شادو میاد ایتیارتون اوکی میکنه. وقتی خواستید فیبو بندازید یعنی از جایی که قیمت این پایان اون کندله که شادو زده بود دیگه کندل 4 ساعته رو ببین دیگه خیلی دور از بازار این 4 ساعته رو نمیندازه. فرض کنید دیگه شما قبول کنید که این کندل 4 ساعته است. این کندل 4 ساعته است که اومد با شادو زد به تایم شارت که دیگه من هی نخوام تایم عوض کنم. اینم اون خط ایتیاری اون تو 4 ساعته. گره سوم هم زد.
حالا زمانی که قیمت داره RTP میاد بالا سمت این پیوت و شما میخوای سلتو بگیری، وقتی اینو میندازی میاد چیکار میکنی؟ این تراز 78 و 83 منتظر برگشت باش. چرا؟ چون این داره گره بهت نشون میده. یعنی تراز 62 میاد تراز 62 رو هانت میکنه. چرا؟ چون این موقعی که میاد با شادو میاد پایین، پشت خط ایتیاری شما پشت شادو میزنه، این یه برگشت عمیق‌تری بهتون میده. با شادو که وقتی میزنه برگشت عمیق‌تر بهتون میده. روی تراز 78 و 83 سمت چپ گره، این الان این گرهشه، میبینید؟ روی اون بیشتر تمایل داشته باشید سلتون رو بگیرید، میاد و این سلتون رو قشنگ میده. ببینید الان. پس ما دیگه منتظر نمیمونیم عزیزان توی این روش یه کندل بیاد زیر این کندل بسته بشه و کندل بعدیش تایید بشه و فقط خط ایتیاری اینجا شادو زد، گره سوممون هم زد، یه فیبو برعکس مینداختیم. یادتون باشه الان توضیح دادم براتون فیبو برعکس رو کجا میندازید؟ از جایی که کندل 4 ساعتتون تموم شد، همونی که اومد ایتیارتون رو تموم شد، از بالاش میگیرید تا اینجا، میاد رو تراز 78 منتظرش باشید. چرا؟ چون شادو زده. عزیزان زوم نکنید روی این محدود، بعد بیاد بپرسید چرا بهش نرسید. این داره گره بهتون نشون میده. همین الان من بهتون بگم داره بهتون گره نشون میده سمتش. نیاد اینجا روی این خط اوردر بکارید بعد بیاید تو گروه بگید اینجوریه اونجوریه. اینا دارن بهتون گره نشون میدن، گره های پرایسی دارن بهتون نشون میدن. یعنی FTC این پیوت اینجاست، شما باید برین گره رو در بیاری. حالا ETR FTR هر چیزی هست که الان مقدار توضیح دادیم، بریم تو 5 دقیقه این گره اندازه‌شو بزنید ببینید چیه، این اصلا اومده بهش بخوره یا نه. گره بهتون میگه CTR ولی نرسید، اومده قشنگ تاچش کرده و ریخته. یه جور چیزی هم تو بازار شما دارید، این که میگم صفر پپ نباشید به خاطر اینه. این گره رو بهتون نشون داد دیگه، دست خودتونه. روی این گره میتونید ورودتون رو صفر بزنید بیاید پایین، یا نه اگرم بهش نرسید که دیگه نرسید. مثل لایو چیز دیروزی که شما میگفتید این یکی از دوستان من انتظار داشتم برسه، آقا نرسید. شما اگه اون نرسید، حالا بعدا میفهمید که آقا وقتی دیدگاه داری که صفر به اونجا نمیرسه، شما قبلش قیمت اومد اینجا برات ساعت ساخته، تایم فریم این ساعت رو پیدا میکنی. اگر اونجا نرسید با هانت این ساعتی میای پایین دیگه اینقدر نمون تو بازار سمج بازی در نیارید، لج بازی در نیارید به قول قدیمی. حالا روش دوم چی بود بچه‌ها؟ اونی که یه روش دیگه هم داشتیم، ما گفتیم این بیس ما بود، میومدیم فیبو رو برعکس مینداختیم دیگه. بزنید فیبو رو از اون ابتدای بیسمون، این ابتداش بود اینم انتهاش بود دیگه، میومدیم این لگو این فیبو رو برعکس مینداختیم. ببین وقتی فیبو رو برعکس بندازید تراز 89 رو میبینید مشکل میاد تاچش میکنه، هر کدومش دقیق تر بود. شما میتونید ببینید ما یه چیزی داریم به عنوان، اینو یادتون باشه، PRZ Potential Resistance Zone، یعنی محدوده برگشت مقاومتی یا حمایتی. شما اگر اومدی یه بار اینو انداختی از این پایین تراز 89 شو خوشگل پیدا کردی، اینجا مشخص کردی، حالا بیا چیکار کن؟ حالا بیا از انتهاش هم بنداز روی این، اونو داره بهت نشون میده 78 و 83. تو این محدوده منتظر سلت باش. دو تا هم اینجا داری. حالا هر کدومش دقیق تر شد، محدودات رو دقیق و آپدیت کن، سلتو بزن که در آینده الان دیگه به این پیوت نرسیدی که می‌خواستی 4 ساعتشو بگیری. ببین چقدر اصلا اومده صفر همشو گرفتی اومده ریخته پایین. پس اینم یه حالتی بود. حالا حالتی که میاد اون گره رو اینگولف نمیکنه. ببینید پیداش میکنیم اون حالته. بچه‌ها من چیز آماده نکردم که بخوام حالا آماده کرده باشم بیام رو چارت نشون بدم. ببینید داریم پیدا میکنیم. توجه هستین داریم پیدا میکنیم. مثلا مثال واضح داریم مثال میزنیم. اینجوری نیست که من قایم کرده باشم بیام بهتون نشون بدم.
یه جای دیگه بریم پیداش کنیم. یه مثال دیگه که مثلا الان دو تا حالتش بچه‌ها فهمیدید. یکی که کلوز پشت خط میکنه، گرهتون اینگولف میکنه. یکی اینجا شادو میزنه، برگشت ایتیاری شادو زد، گره روتون رو اینگولف کرد. میخوام حالا اون دو تا حالت رو براتون بررسی کنم. کدوم حالت؟ حالتی که این دو تا اتفاق میفته ولی این گره رو اینگولف نمیکنه. اونم تی پی میتونید ازش بگیرید. حالا ببینم پیدا میکنم اینجا. تی پی توی ساعته که ازش رد شده باشه قیمت. حالا اینم پیداش نکردیم. میخوام که وقت ویدیو هم بچه‌ها زیاد نشه، مفید باشه، فقط چیزی که به دردتون میخوره تو بازار استفاده کنید. اگر نمیشه 3 ساعت 4 ساعت فایل پر کرد، به درد نمیخوره. حالا اگر پیدا کردیم مثال که مثال میزنم همین الان لایو بازار، ولی ببینم این هست، میدونم این باشه. این یه ساعت 264. اوکی، احتمال میدم همین باشه. خب شما یه بیس دارید اینجا، نوک بیستون هم اینه دیگه، اینم اینجاست. خب الان برگشت ATRی میمونه چقدر؟ یورو چقدر؟ 14 تا. ببین این 14 تا برگشته. نه دیگه این 14 تا برنگشت. تا کم کنیم بریم 15 دقیقه. 15 دقیقه چقدر بوده؟ 8 تا. نه نه برنگشته. این 5 دقیقه شو چیزی که رو میاد. مثالی از این حالته، مثالی که گره 33 رو اینگولف نکرده باشه ولی اومده تی پی میده. ببینم این چیه؟ این اندازه شو بزنیم ببینیم پیوت هست. خیلیه دیگه اینا. بذار همین هست. 5 چقدر؟ ATR 5 6 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. گره یه سوم. حالا ما اینجا هم که بخوایم اینجا هم M1 شو میره در رفت. بچه حالا این مثالشو باز براتون پیدا میکنم میفرستم تو گروه. حالت بعدش اینه که شما این حرکت رو دارید، بیس رو دارید، با این برگشت ATR رو دارید. حالا این خط ATR رو تونم میندازید. قیمت بچه‌ها یه ATR رو برمیگرده، خب ولی این گره رو اینگولف نمیکنه. حالا این برگشت ATR چه با شادو باشه چه با کلوز باشه، این گره 33 شما رو اینگولف نمیکنه. ما اینو ولش نمی‌کنیم. میگیم چی؟ میگیم تو برگشت وقتی قیمت داره برمیگرده بیاد پایین، رو تراز 78 یا اون تراز 84 89 یه تیپی یکی ازش میگیره. اون پیوت هم به ما جواب میده. ولی حواسمون باشه چون اون گره اینگولف نشده، احتمال اینکه این پیوت تصفیه باشه، کل این مجموعه پکیجه پیوت تصفیه باشه و قیمت ازش رد کنه هست. ولی ما اینجا یه تیپی رو ازش میگیریم، یعنی محال تیپی نده اون پیوته. تیپی یک رو میگیرید. حالا میتونید تو بازار بمونید که این احتمال زیاد اینجا مثلا بشه بیس و بره بالا. تیپی یک رو ازش بگیرید و بزنید بیرون چون این گره اینگولف نشده. یا نه تیپی یک رو که گرفتید توی بازار بمونید به امید که قیمت بخواد بره بالاتر. پس نکتهش این شد. اون حالتا که الان بررسی کردیم تو لایو دیدیم گره سومو میزد، چه با شادو با چه با کلوز. ولی این حالته چه با شادو بیاد پشت خط ATRتون چه با کلوز این گره سوم زده نمیشه. تو این حالت هم پیوت به ما تیپی میده. فقط توی تراز 89 که داره میاد 78 89 اینجاها که اومد شما یه
TP1 رو میده بهتون، خب شاید هم TP2 رو بهتون داد، دیگه دست خودتون. ولی این گلفی که نکرده برای ما خطریه، چون مسیر باز نیست برای بالا رفتن. احتمال اینکه بیاد تصفیه بشه اینو بزنه زیاده. میذاریم الان وقت ویدیو زیادم نشده هنوز، بریم توی طلا. اصلا گیرمون میاد این چیزی توی طلا 4 ساعته. بریم لایو اصلا ببینیم چه خبر بوده امروز. بخوام ببینم اونجور چیزی گیرمون میاد یا غیر. این چی بوده؟ این نیومده بزنه. گره سوم اینو مشخص کنیم. خب این مشخصه، گره رو زده. یا خدایا شکر. یه مثالی که هیچی. خیلی بزرگه، لگش مال این تایم نیست. بچه از اینو من پیدا میکنم براتون میفرستم تو گروه، ولی بدانید و آگاه باشید اگر همین توضیحی که براتون دادم پیوتو داد، یک ATR برگشت گره، ببینم این هست انشالله که همین باشه. 497. خب گره سومش رو پیدا بکنیم اول. این اینجاست. خب 4 ساعته چنده؟ 141. ببینم این 141 توی این خط اومده پایین. اوکی. الان هم توی یک کندل اومده. یک ATR اومده باشه پایین. خدایا بیا 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 بیا. ایول. 144 139. همین کلوز این 141 تون میافتاد اینجا، درسته؟ اینجا. این هم میفته کجا؟ این هم میفته این کلوزش، یادتون باشه دیگه. این چیز، این کلوز، این پوشش اون خطه. این هم چی؟ این هم اون ته این کندله. حالا میخوایم بریم ببینیم توی برگشته گره سوم زده شده یا نه. اگر نزده پیوت جواب داده یا خیر. میریم تا تریگرش. خب کندل 4 ساعتمون رو روشن کنیم. باز نشون نداده. یه بار دیگه برگردم اینو مشخصش کنم. این اینجا و اون. یواش یواش بریم پایین. بریم مثلا 1 ساعتش. پس این بود، نگاه کنید. این پایان اون کندل 4 ساعته این بود. بریم 15ش. اینجا بود دیگه، ولی اومده گره تو کندل بعدی. فکر میکنم گره رو زده که این جواب داده. اینجا بود دیگه، ابتدای لگ اونجا بود. نم فکر میکنم اینجا بود. این خیلی تاریخش گذشته است، این کندل رو نمیاره. یه بار دیگه بریم. هم براتون سوال نباشه که فردا، چون هستن دوستانی که من میبینم چیزی رو فکر نکنید من الکی میگم یا خدای نکرده. خب دیگه این گلف نکرده دیگه. اینا ششمون کندل بالاست. من دنبال چی میگردم؟ اون کندل اون بالاست. این گلف نکرده دیگه. این گره همون اینه. خب تموم شد رفت. گفتیم اینم که اون پایان اون کندل است. نگاه کنید اینجا. این دیگه داره برمیگرده دیگه. این پایان اون کندل 4 ساعته بود که اومده بود. یک ATR مون اومده بود پایین. این گره همون هم که زده نشده، درست؟ حالا
اینی که داره حالا برمیگرده، شما میتونید چیکار کنید؟ شما همین فیبو رو که دارید برعکس میندازید، یعنی به بالا هم حتی نرسیده ها، اومده همین لول 66 تون رو دیده، چند اومده تا همین 62 67 ایناش. این گره، کل این گره ببینید همه‌شو پوشش داده، یعنی این گره، کل این گره پوشش داده. شما میتونید چیکار کنید؟ شما، من الان گفتم زمانی که این گره شما این گلف نشده باشه، تو برگشتش الان اومده 62 و 67، این گره بوده که کل همون 83 و 83 و 78 و همه رو پوشش داده. شما توی این گره میتونید تیپی 1 یا تیپی 2 تون رو بگیرید، این ریزش رو بگیرید. حالا دیگه دوست دارید ریسک فری کنید که اینجوری برمیگرده از دوباره ریسک فری تون رو میزنه، یا دیگه کلا تو بازار بمونید، دیگه دست خودتون. ببین الان همینجا ورود، مثلا میگم ورود میزدیم، گرهمون هم زده نشد، 168 تا پشت گره هم که میذاشتید 30 تا 1 به 5 رو میداده. میخوام اینو بهتون بگم، شما زمانی که یه پیوتی دارید که اون با همه امکان چیزش یک ایتیار فقط میاد پایین، نکته اصلیش اگر گره 33 تونم نزد، شما تو برگشتش تو FTCش یه تیپی 1 به 1 یا 1 به 2 رو بگیرید ازش، بهتون میده. حالا اینجا دیگه شانسی کلا قیمت هر جا خورده بوده، یعنی نوک این پیوت هر جا خورده بوده دیگه اومده تو مرحله دوم کلا پیوت شده، ولی این دیگه نمیدونیم به کجا خورده، باید بریم بررسیش کنیم. پس اینم از این مثال که خواستم بدونید اینو قضیهشو دیگه. حالا مثالی دیگه که با کلوز باشه، و اینم کلوز بود دیگه، این فکر کنم شادو زد، درسته؟ آره این پشتش با شادو بود. که حالا کلوز باشه و اونم این گلف نکرده باشه، دیگه همینه، فرقی نمیکنه. پس شما به صورت کلی الان جلسه این دیگه ما نرفتیم تو بحث پین بار، نرفتیم عزیزان تو بحث نیازی نیست دیگه. شما تو بحث نمیدونم اون خودپوشاننده یا همش همینه، خلاصه میشه تو همون این لگ، این بیس، این برگشت ایتیاری، کلوز پشت خط ایتیاری، چه با شادو چه با کلوز. نکته مهم این گلف یا این گلف نشدن این گره که همه حالتش رو توضیح دادیم، چه با شادو بیاد یک ایتیارتون، چه با کلوز بیاد این گره زده بشه، کجاش ورود میتونید بکنید؟ دو حالت بعدی اینه که چه با شادو بیاد چه با کلوز ایتیار برگرده، این گره این گلف نشه، شما باز ورود بهتون میده. فقط اینجا که داره ورود بهتون میده توی این حالت که گره این گلف نمیشه، شما توی FTC تیپی 1 به 1 یا 1 به 2 رو بگیرید و بزنید به 4. اگر دوست داشتید بمونید به امید این که قیمت اینجا بیس بزنه و بره بالا. پس این کل مبحث پیوت های پیشرفته تر هست، چیزی از من درآوردی نیست عزیزان. این که حالا بگید مثلا دیشب همینطور من این بحثو کردم، یکی از دوستان من گفت آقا استاد خاکستر کردیم پیوت های پیشرفته، هیچ صحبتی نکردیم. شما استفاده کن، اگر به دردت خورد توی چارت استفاده کن، اگر دیدی به درد نمیخوره استفاده نکن. و قطعا هم بهتون جواب میدم دیگه از این سردرگمی خارج میشید. این رو تمرین کنید، تو گروه سوال بپرسید، انشالله که براتون مفید باشه. پس این پیوت‌های پیشرفته که گفتم بهتون این بود و دیگه شما الان فکر میکنم کامل متوجه شده باشید که پیوت تو لایو بازار چجوری شکل میگیره. شما بخواید سوار قیمت بشید چجوری میتونید سوار قیمت بشید، همراهش برید بالا، در لحظه دوم در برگشت به محدود FTCش هست. فکر نمی‌کنم دیگه چیزی جا گذاشته باشم. اگر مسئله‌ای بود که بهش اشاره نشد توی گروه سوال بپرسید، وبینار پرسش و پاسخ هم هست، انشالله شرکت بکنید. امیدوارم که این بحث 1 ساعت و نیم بیشتر شد به دردتون بخوره انشالله توی بازار و بتونید ازش دست سود بفرمایید. پیروز و شاد و سربلند باشید. موفق. خداحافظ همگی.